سلام بچه‌ها، خوش اومدین با ویدیو جدید. من امین وایتی هستم. اومدم بهترین اتچمنت این سیزن HS رو براتون بذارم. بچه اول میریم یه تست ازش میگیریم، بعد آخر ویدیو اتچمنت براتون میذارم. خیلی اتچمنت خوبیه بچه، نگاه کنید. بهترین اتچمنت، ولی فاصله دور رو اصلا نمیشه باعث کرد. فقط فاصله نزدیک این شکلی باش فایت بدی، فاصله نزدیک رو فقط خوب میزنه. مثلا نه از این فاصله بزنی آدم فکر کنه میتونه بزنه. دبل شات شد. فقط فایت نزدیک این شکلی بچه. بهترین اتچمنت این سیزنه بچه، یعنی عالیه، بی‌نظیره، محشره، خدای شکرت، عالیه، خیلی خوبه بچه. خب بریم اتچمنت رو براتون بذاریم. بهترین اتچمنت خداست، یعنی آجی خدا بچه. اینم اتچمنت HS، خیلی باله، یعنی عاشقشم. بهترین HS برای HS اسکلتی که عالیه، ولی برای چیزو نمیدونم دیگه. برای HS ساده احتمالا خوب، برای HS ساده، ولی برای HS اسکلتی که برای من خیلی خوبه. خب بچه ها لذت رو بریم عشق کنیم با اتچمنت خفن. تا یه ویدیو دیگه، فعلا بدرود.